درود به همه شما دوستان و کاربران محترم وبسایت ادمین پورتال. با جلسه پنجم آموزش ویدئویی دوره وایرشارک WCNA در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در این جلسه ما با بررسی دو مبحث Most Useful Options و فیلترینگ ساده است مبحث دیسپلی فیلترها رو به پایان میرسونیم. سکشن اولمون Most Useful Options یا موارد پرکاربرد. ببینید ما در جلسه قبل به صورت کلی رول ها و سینتکس های لازم جهت دیسپلی فیلترینگ رو با هم بررسی کردیم، اما تمامی اون موارد همیشه به کار ما نمیان. تنها یه سری از اونها هستن که خیلی پرکاربرد هستن. به عنوان مثال در رابطه با خود من خیلی کم پیش اومده که من از آپریتور مچز و یا اکسپرشن این که کاربرد عضویت یا ممبرشیپ داشت استفاده کرده باشم. به همین دلیل من این سری از سینتکس ها رو که خیلی پرکاربرد هستن رو برای شما اینجا آوردم. فقط چون این سینتکس ها و رول ها رو در جلسه قبل کامل بررسی کردیم، من اینجا دیگه صحبتی در رابطه باهاشون نمی کنم. در رابطه با این دو مورد، این مورد که نوشتم فیلتر نتورک اور سابنت، ببینید من انتهاش یک /24 گذاشتم. یک رنج اینجا تعریف میکنیم وقتی که مسکش رو مشخص میکنیم. به چه معنی؟ دیگه اینجا وایرشارک نمیاد فریم های یک تگ هاست رو به من نمایش بده. اینجا وایرشارک میاد تمامی فریم هایی که آی پی آدرس هاشون در این رنج /24 قرار دارند و به من نمایش میده. یعنی فرقی نمیکنه اگر آدرس یک فریمی 192.168.1.8 باشه یا 1.10 باشه یا اصلا 1.252 باشه. هر فریمی که آی پی آدرسش در این رنج باشه فیلتر میکنه و به ما نمایش میده. در رابطه با این مورد dialog between two hosts، اینجا ما اگر بخوایم یک کانکشن بین دوتا هاست خاص رو مشخصا ببینیم، میتونیم از این سینتکس استفاده کنیم IP address equals to 192.168.1.1 به عنوان مثال and IP address equals to 4 تا 8. این میاد یکی در میون فریم های این دوتا رو به ما نمایش میده. به چه صورت؟ الان تست میکنیم میبینیم. من اینترفیس وای فای هم رو انتخاب میکنم، فیلتر میذارم. یک پکتی هم من به عنوان تست میذارم سند بشه. همین صفحه گوگل رو یک بار من رفرش میکنم. اومده تمام صحبت هایی که بین لپتاپ من و گوگل شده و DNS گوگل منظورمه 4 تا 8 شده رو به من نمایش میده. نیومده که فقط فریم هایی که سورسشون من هستش و یا سورسشون 4 تا 8 گوگل هست رو به من نمایش بده. اینجا مثلا دیوایس من یه کوئری گرفته از 4 تا 8 یه آدرسی رو google.com رو، دقیقا پایینش اومده ریسپانس داده. بازش میکنم اینو.
کوئری گرفته دیگه، کوئری گرفته، یه ای رکورد هم هست. google.com آی پیش چیه؟ دقیقا پایینش جوابشه، ریسپانس. این آی پیشو داده به ما. یا من یه پینگ میذارم اینور. پایین تر که بیایم اومده دوباره کوئری گرفته. اینها yahoo.com رو کوئری گرفته. این همون دیتیل این پکته، ای رکورد yahoo.com. تو پایینیش انسرشه. تمام آی پی هایی که به این دامین اساین شده رو به ما داده. ICMP ها رو نمایش نداد. من پینگ کردم که باید ICMP باشه، چون 4 تا 8 رو اینجا گذاشتم. 4 تا 8 ربطی به ICMP نداره. به همین دلیل ICMP های من به خاطر پینگ رو نشون نداده. میریم سکشن بعدیمون. دوستان ما در این سکشن با یک سری از قلق‌ها و روش‌های آشنا میشیم که کار ترافیک فیلترینگ رو برای ما خیلی ساده تر میکنن. دوستان حتما تا حالا دقت کردید زمانهایی که من در این فیلتر بار، در این نوار دیسپلی فیلتر یک فیلتری قرار میدم، این نوار تغییر رنگ میکنه. مثل چی؟ مثل DNS. الان من فیلتر DNS رو گذاشتم، این نوار سبز رنگ شد. زمانهایی که رنگ این نوار سبز میشه یعنی فیلتر ما درسته و میتونیم اعمالش کنیم. من الان یک ترافیکی رو کپچر میکنم. یک سایتی هم اجازه بدید باز کنم. همین ورزش تیری رو من رفرش میکنم. میبینید که تمام DNS ها رو به من نشون داد، چون فیلترم درسته. حالا من میام یه فیلتر غلط میذارم اینجا، ICMP 2 تا P مثلا. غلطه دیگه فیلترم. اولا که این فلش انتهای بار برای من آزاد نیستش. چرا؟ چون فیلتر غلطه. من الان یک جایی رو پینگ هم بکنم چیزی به من نمایش نمیده. پینگ google.com. ببینید تو این فیلتر نمیاره برای من، چون اصلا فیلتری نشده. این غلطه. ولی حالا همین ICMP رو درست اعمال کنم، میبینیم که ICMP ها رو برای من آورد. ریکوست ریپلای ها رو همه رو برام آورد. حالا یه حالت سومی هم وجود داره. این نوار به رنگ زرد در میاد. این حالت که اتفاق میفته زمانهایی که ما چندین پارامتر رو پشت سرم ردیف میکنیم و وایرشارک قاطی میکنه. مثل چی؟ من تایپ کنم IP address این 192.168.1.84 4 تا 8 هم میذارم، 4 2 2 6 میبندم and ICMP or HTTP. ببینید نوار زرد رنگ شد. زمانهایی که این نوار به رنگ زرد تغییر میکنه یعنی فیلتر ما، این عبارت، این سینتکس درسته اما نامطلوبه، بی‌معنیه. وایرشارک نمیدونه چی تحویلمون بده. اعمال هم میشه ها. ببینید این فلش اینجا آزاده، میتونم اعمالش کنم و یه چیزایی هم به من نمایش میده. اما وقتی که زرد رنگه انتظار نداشته باشید که 100% وایرشارک به شما نتایج دقیق و درست بده. حالا الان استثناً هم HTTP ها رو به من نشون داده و هم ICMP ها رو، اما گاهی اوقات هست همینا رو هم نشون نمیده. اینجا باید چیکار بکنیم تا این رنگش سبز بشه؟ ما باید یه قسمتی از این فیلترینگ سینتکسمون رو داخل
پرانتز قرار بدیم تا به این صورت به وایرشارک کمک کنیم که بهتر بفهمه معنی این سینتکس ما رو. من الان این قسمت رو داخل پرانتز قرار میدم. ببینید رنگش سبز شد. فرق زیادی نکرده ها نتایج الان استثناءً، اما این حالت درستشه، کاملا درسته و وایرشارک نمیتونه هیچ ایرادی ازش بگیره. حالا میریم بررسی کنیم حالت اولمون چی بود که وایرشارک قاطی کرد. من این پرانتزا رو برمیدارم، دوباره رنگش زرد شد نوار. اینجا ما داریم به وایرشارک میگیم فریم های رو به من نمایش بده که آی پی آدرسشون یکی از این سه تاست، 4226 4 تا 8 و یا 192.168.1.184 هستن و از نوع ICMP هن، به اضافه HTTP ها هم به من نشون بده. اینو الان ما متوجه میشیم چیه، اما وایرشارک سخت براش متوجه شدن معنی این سینتکس. وقتی که ما میایم پرانتز میذاریم مثل الان، اینجا به وایرشارک کمک میکنیم، میگیم آقای وایرشارک عزیز، دوست عزیز من، این یه چیزه، اینم یه چیز دیگه است. انگار که داریم دو نوع فیلتر بهش میدیم، انگار که مثلا دو تا آدرس بار داریم وقتی که پرانتز میذاریم اینجا و این نوار به رنگ سبز رنگ در میاد. این از رنگ بندی ها. بحث رنگ بندی به اتمام رسید شد. حالا یه زمانی هستش ما سینتکس فیلترمون رو نمیدونیم اصلا چی هست. من اینو بذارید پاکش کنم. مثال من الان اینجا تایپ میکنم http://request.method equals to get که get HTTP رو به من نشون بده. کار نداریم با اینا. فرض میگیریم که من اینو بلد نیستم، میخوام گت ها رو ببینم ولی این سینتکس رو، این فرمت رو نمیدونم. باید چی کار بکنم؟ اینو پاکش میکنم. این سینتکس تنها یک مثال بود. این پرچم این گوشه هستش، اینو بازش میکنیم. اینا یک سری فیلترهایی هستن که به صورت پیش‌فرض در وایرشارک بوکمارک هستن. شما خیلی وقتا میتونید بیایید اینجا یه سری به اینجا بزنید، از فرمت این بوکمارک ها کمک بگیرید. مثلا میخواید یک فریمی رو بر اساس آی پی آدرسش فیلتر کنید، نمیدونید سینتکسش چیه، میایید اینجا، این قسمت سینتکس مربوط به آی پی آدرس فیلترینگ رو گذاشته. حالا شما همین رو میتونید الگو قرار بدید، یا مثال دیگه هم اینجا هستش. اینا یک سری بوکمارک هستن. الان من اینو بزنم این فیلتر اینجا اعمال میشه. یکی این مدله. یکی دیگه شما به فرض مقداری از سینتکس رو بلدید، بقیه‌اش رو بلد نیستید. همینطور که تایپ میکنید http اینجا داره نشون میده اینا رو که http://request.method equals to get. اینو اینجا انتخاب میکنیم، میاره برامون و انتها هم این فلش رو میزنیم، فیلتر اعمال میشه. یا الان مثلا خب من نمیدونم اگه بخوایم اوکی ها رو ببینیم چه فیلتری باید، چه سینتکسی باید اینجا تایپ بکنیم. اینو پاک میکنم http مثلا میدونم که این سری باید ریسپانس بذارم چون اوکی HTTP گتو که نمیخوایم ببینیم، گتو که الان دیدیم، اوکیش رو میخوایم ببینیم، برگشتش و جوابش رو. خب جواب میدونم که ریسپانس هستش، میزنم ریسپانس دوباره دات. هر کدوم از اینا رو بزنیم میاره برامون. اما حالا من
کاملترش رو دقیقش رو میخوام بهتون نشون بدم. response.phrase اینو انتخاب میکنم equals to اوکی. فقط اوکی رو برام آورد. یه مقدارم خلاقیت خودمونه دیگه. یکی ایناست و مورد سوم هم که وایرشارک میتونه به ما کمک کنه که خیلی دقیق تره، اینجوری با حدس و گمان نیستش. ما آقا فرض بگیریم مثلا هیچ کدوم از اون رو بلد نیستیم، میایم این قسمت اکسپرشن انتها، اینو نترسید لطفا، اینا دسته پروتکل ها هستن، خیلی هاشو هستن شاید ما نشناسیم ندونیم چیه، کاری که با همه اینا نداریم. ما اینجا میگردیم دنبال چیزی که بهش نیاز داریم. خب ما چی رو اینجا میخوایم؟ HTTP رو. پس من رو کیبوردم دکمه H رو میزنم منو بیاره روی H ها. حالا اینجا میگردیم دنبال HTTP Hypertext Transfer Protocol. اینو بازش میکنیم. این انواع اقسام سینتکساش رو برای من میاره. HTTP response phrase equals to OK. اینو مگه نمیخوایم؟ خیلی خوب. میگردیم HTTP response phrase انتخاب میکنیم. بعد اینجا جالبه، عبارت نهایی که اینجا قراره اعمال بشه رو اینجا برای من گذاشته. من اصلا اینو انتخاب میکنم میاره برام، عوض میشه. خب این که خود عبارت اصلیه. حالا اینو از کجا بیاریم؟ این equals to رو، این قسمت، اینا تمام آپریتورهایی هستن که در جلسه قبل یاد گرفتیم. اینو میزنیم. خیلی خوب. حالا این ولیو اوکی رو اینجا تایپ میکنیم. اینجا من تایپ میکنم اوکی و اینجا اومد و نهایتا اوکی. ببین همونو برای من انداخت. یا اصلا یه چیز دیگر رو بخوایم اینجا فیلتر کنیم، اینو من کلا حذفش میکنم، اینتر، که فیلتر برداشته بشه. مجدد بریم اکسپرشن. خب این سری میخوایم بر اساس آی پی فیلتر کنیم. آی رو من میزنم رو کیبوردم. خب میگردیم دنبال آی پی IPv4 اینترنت پروتکل ورژن 4 بازش میکنم. خب حالا من چه پارامتریشو میخوام؟ این آی پی آدرس سورس و دستینیشن رو برام میاره، یا آی پی سورس رو بخوایم بزنیم میایم پایین تر، آی پی سورس equals to، یا اصلا بذارید این سری یه چیز دیگه بزنیم not equals to. اینجا تایپ میکنم آی پی سیستم خودم میزنم که همه چیز رو بیاره به جز سیستم خودم رو به عنوان سورس. 192.168.184. حتی رنگش هم نشون داده که البته اینجا زرده. من اینو حقیقتش فکر میکنم یه باگ باشه توی وایرشارک، چون کاملا سینتکس ما درسته. من داکیومنت های وایرشارک هم حتی چک کردم بابت این مورد، شک کردم اصلا چرا اینجوریه. تو داکیومنت ها هم دقیقا اینجوریه، یعنی من از خود داکیومنت های وایرشارک هم اینجا کپی پیست میکردم به این صورت زرد میشد، اما نگران نباشید نتایج رو نشون میده. اوکی، اینجا هم فلش. تمامی فریم هایی که آورده فقط دستینیشنشون سیستم منه، سورس نمیبینیم. حالا اینو من برمیگردونم برعکس شد، این سری سورسش سیستم منه، دستینیشن سیستم های مقصد. حالا یکی دو روش دیگه هم هستش که ما راحت‌تر بتونیم فیلترینگ انجام بدیم. یه سری سینتکس هستن ما همیشه باشون کار میکنیم، یعنی صبح ظهر شب هر روز هفته یک بار که ما میخوایم حالا طبق برنامه نمیدونم با وایرشارک میخوایم کار کنیم یه سری سینتکس رو به طور معمول میزنیم. خب زیاد جالب نیست ما هر سری اینجا بیایم تایپ بکنیم این فیلترها رو. ما میتونیم چیکار کنیم؟ فیلتری که اینجا گذاشتیم مثال همین این پرچم رو من باز میکنم save this filter.
این پنجره برای من باز میشه. تمام فیلترش سیو شده من یا بوکمارک شده من، اینا همونایی که توی این پرچم دیدیم اینجا هستش، سیو شده. اسمش هم من میذارم، مثال من میذارم my IP address و اوکی. خب میبینیم که اولا این به رنگ زرد در اومد. فیلترهایی که سیو کردیم بوکمارک کردیم این پرچمشون زرد میشه. اینجا هم افتاد. حالا اون پنجره‌ای که باز شد از کجا پیدا کنیم؟ ما میایم تو قسمت Analyze Display Filters، همونه. یعنی حتما لازم نیست شما چیزی رو فیلتر کنید بعد اینجا باز بشه براتون. شاید شما بخواید یکی از فیلترهایی که سیو کردید رو حذف کنید. این منفی رو ماینس رو اینجا میذارم، حذف شد. یا میخوام اد کنم از همینجا اد پلاس، اینجا استرینگ هم یا سینتکس هم رو وارد کنم، اینور هم نامش رو و نهایتا اوکی. من اینو اجازه بدید حذفش کنم تا تمیز بشه. اوکی. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم واسه این که فیلتر هامونو سیو کنیم علاوه بر این قسمت ها یا این قسمت، اینه که یک اصطلاحاً اکسپرشن باتن درست کنیم براش، یک دکمه درست کنیم اینجا. این انتها، این مرسمن، این انتها بغل اکسپرشن علامت پلاس مثبت رو میزنیم، یه بار جدید برای من باز میشه. اینجا اسم فیلترم یا اسم اون دکمه خاص رو میزنم، مثلا من همون میزنم my IP address. اینجا هم خود عبارت فیلترمه. حالا بخوایم هم تغییرش بدیم، من اینجا اسم دادم my IP address. بذارید اسم اینو عوض کنم، مثلا میزنم Google DNS. اینجا تایپ میکنم دستینیشنش equals to 4 تا 8 و نهایتا اوکی. خب ببینید اینجا این به حالت دکمه اومد برای من اینو اجازه بدید حذفش کنم. خب من الان میخوام یه فیلتر بذارم که تمامی فریم های رو به من نمایش بده که دستینیشن ادرسشون 4 تا 8 گوگله. اینجا این دکمه رو اینجا میزنم و فیلتر برای من اعمال میشه. منتها من اینجا چون هیچ ترافیکی به این سمت ندارم برای من چیزی نمایش نداده. خب اجازه بدید من یه ترافیک هم بذارم لود بشه که اینجا چیزی هم ببینیم. cmd من خود 4 تا 8 رو پینگ میکنم. خیلی خوب، اینم از 4 تا 8 که برای ما آورد. حالا ما یه دکمه دیگه هم بیایید اینجا اد کنیم. من این فیلتر رو کلا برمیدارم، دوباره پلاس، این سری میزنم http port. خب تو قسمت فیلترش تایپ میکنم tcp source port equals to 80 http port. یک وبسایتی هم من باز میکنم، ورزش 3 خوبه. فقط اینجا من یه پرانتز باز کنم وقت سوء تفاهم پیش نیاد. دوستان من اصلا فوتبالی نیستم، منتها الان نه که همه وبسایت ها و شرکت ها های کلاس شدن، همشون SSL شدن. ما هم برای اینکه حالا کار راحت تر پیش بره دنبال وبسایت های HTTP میگردیم نه HTTPS. به همین دلیل گشتیم ورزش تیری رو پیدا کردیم. خب اینو یک بار من رفرش میکنم. خیلی خوب، ببینید تمامی کانتنتی که اینجا برای من آورده یا TCP 80 و یا HTTP. پس فیلترم اعمال شده با این دکمه ها. و مورد آخر رو بگیم و این جلسه رو به پایان برسونیم.
یه زمانی هستش من این فیلتر رو اجازه بدید بردارم. مثلا چی رو بیارم براتون مثال بزنم؟ همین پکت آرپو. اینم بازش میکنیم. ما میخوایم مثلا این پکت مورد نظرمونو یکی از پارامترهای خاصش رو میخوایم به عنوان فیلتر اینجا قرار بدیم، ولی سینتکس نمیدونیم واقعا چیه. مثلا پروتکل تایپ یا یه چیزی که بذارید یکم عجیب غریب تر باشه رو من باز کنم. تو فریم اینور بهتره. اینو مثلا میخوایم تمامی فریم های رو به ما نمایش بده که مشخصا کپچر لنگثشون 42 بایت باشه، ولی نمیدونیم سینتکس چیه. رو همین کلیک راست میکنیم، میزنیم apply as filter و اینجا همون آپریتور هست. اینجا equals to, not equals to, and, or, and, not selected یا or, not equals to که من اینجا همین رو انتخاب میکنم. فریمی که کپچر لنگثش 42 بایت باشه. تمامی اینا که اینجا آورده ببین 42 بایته. خب دوستان، جلسه پنجممون هم به پایان رسید. ما در این جلسه تاپیک دیسپلی فیلترز رو به اتمام رسوندیم، اما به طور کلی بحث فیلتر هامون به پایان نرسیده. ما در جلسه بعد میپردازیم به مبحث ادوانس تر کپچر فیلترز. امیدوارم که از این جلسه لذت و استفاده کافی رو برده باشید. همه شما رو به خود بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.